زینک اکساید و کرم دایپر رشت. این دوتا واقعا چرا انقدر وایرال شدن؟ اونجوری که میگن واقعا معجزه میکنه؟ مزایا و معایبشون چیان؟ اصلا درسته که ما توی روتین پوستیمون این دوتا رو داشته باشیم یا نه؟ سلام دوستای سکین دوستم، به یکی دیگه از ویدیوهای یوتیوب من خوش اومدین. همه اینا که با هم گفتیم و قرار با هم توی این ویدیو با هم بررسی کنیم. مزایا و معایب و اصلا چی هستن و چی کار میکنن و چطوری. اولش از زینک اکساید شروع میکنیم، بعدش میرسیم به کرم دایپر رشت با جزئیات و همه چیزایی که لازمه آدم بدونه. بعدش آدم تصمیم بگیره که چطوری ازش استفاده کنه. چیزایی که توی این ویدیو قرار با هم صحبت کنیم من به شما میگم هم از لحاظ علمی هم از لحاظ تجربی امتحان خودش رو پس داده. پس تا آخر ویدیو با من باشید. یادتونم نره لایک کنید و کانالم سابسکرایب کنید تا هر محصول پوستی که وایرال میشه اینجا با هم بررسیشو شما اول از همه ببینید. زینک اکساید یه ماده سفید و پودریه که خاصیت ضد باکتری و التهابی داره و توی بعضی از محصولات پوستی و آرایشی استفاده میشه. مثلا توی ضد آفتاب‌ها، کرم‌های جوش و محصولات ترمیم کننده و یا حتی توی محصولات آرایشی هم ازش استفاده میشه، مثل پودر فیکس یا توی کرم پودرهای مینرال. کاربردهای اصلی زینک اکساید چیه؟ زینک اکساید یکی از مؤثرترین فیلترهای فیزیکی ضد آفتابه. ماده به صورت یه سد روی پوست عمل میکنه. چطوری؟ اشعه‌های یووی رو بازتاب میده که این باعث میشه که از آسیب آفتاب جلوگیری کنه. اولش گفتیم که این ماده سفید رنگه. دیدین توی ضد آفتابا وقتی میزنیم بعضیا خیلی سفیدک میزنن، به سفیدی میزنن. این به خاطر همون زینک اکساید. به دلیل خاصیت ضد التهابی و ضد باکتریایی که داره، توی کرم‌های گفتیم ضد جوش، کرم‌های ترمیمی ازش استفاده مانع رشد باکتری میشه، همچنین باعث کاهش التهاب جوش هم میشه. به خاطر خاصیت تسکین دهنده توی زخم‌های سطحی و یا سوختگی‌های خفیف هم ازش استفاده میشه. توی کرم‌های دایپر رشت ازش استفاده میشه که میرسیم بهش، کامل میخوام توضیح بدم. حتی این یکی رو من خیلی دوست دارم. مناسبه بعد اصلاح هم هست. حالا اصلاح صورتتون شما چطوری اصلاح میکنین یا حتی برای بدنتون، اگر لیزر میکنین، اگر پیلینگ استفاده میکنین، یه صورتتون باعث شده که مثلا التهابی، یعنی یه پروسه‌ای که بعدش باعث التهاب پوست میشه، اگر استفاده کردین میتونین زینک اکساید هم از زینک اکساید استفاده کنید. چند تا نکته مهم داره این زینک اکساید. اونم اینه که اولش اینه که باعث یه خاصیت خشک کننده داره. چیز دائمه، استفاده دائمش باعث خشکی پوست میشه. به خاطر اون ترکیب سفید رنگی که گفتیم توی هر چیزی که هست یه رد سفیدی از خودش به جا میذاره. و اینکه استفاده دائم مثل روتین پوستی، مثلا مثل نرم کننده یا آبرسان خوب نیست. استفاده کوتاه مدت موضعی ازش مناسب تره. کرم های سنگین یا چرب که حاوی درصد بالایی از زینک اکساید هستن ممکنه برای پوستای مستعد جوش کومودوژنیک باشن. کومودوژنیک چیه؟ کومودوژنیک یعنی باعث بسته شدن منافذ پوست میشن که همینم منجر به جوش زدن میشه. همین سرسیاه هم میتونه ازش به وجود بیاد. کسایی که به طور مداوم از زینک اکساید استفاده میکنن حتما باید پوستشون رو شب خیلی خوب تمیز بشورن و پاکسازی کنن، وگرنه این اتفاقایی که گفتم براشون میافته. میرسیم به کرم دایپر رشت. کرم دایپر رشت چیه؟ کرم دایپر رشت همون کرمی که مامانا برای بچه‌هاشون زیر پوشک بچه ازش استفاده میکنن. اما خب حالا برای بچه‌ها کاربرد داره هیچ، ما بزرگترا هم میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا چه استفاده‌هایی میتونیم ازش بکنیم؟ دایپر رشت برای درمان سوزش، قرمزی، التهاب، یعنی جایی که مکررن در معرض رطوبت مثل زیر پوشکه استفاده میشه. ماها چطوری میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ برای جاهایی که ما هم التهاب و قرمزی ناشی از حالا رطوبت بگیم، مثلا کشاله ران،
معمولا بیشتر برای افراد توپل اتفاق میفته توی تابستون که اینا که به هم میخوره باعث قرمزی و جوش و التهاب و خارش میشه. پس کرم دایپر رش برای اون موقع ها خیلی خوبه، ما هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. یا برای وقتای بعد اصلاح. میگم برای بعد اصلاح ما گفتیم هم زینک اکساید میشه استفاده کرد، اما تاثیر دایپر رش خیلی سریعتر از زینک اکسایده. یعنی اگه یه چیزی میخوای که قشنگ زود آروم کنه پوست تو، پس بهتر از دایپر رش استفاده کنی. توی آکنه های ملتهب یا حتی جوش های باسن هم میشه ازش استفاده کرد. معایب این دایپر رش چیه؟ معایب دایپر رش اینه که یه بافت خیلی سنگین روغنی داره و در این حال خشک کننده است. حالا ببینید من میزنم، این یه نوع کرم دایپر رش از برند بایودرماست. من اینو میزنم، شما فقط بافت اینو ببینید که چقدر غلیظ و چربه. ببین یه چیز این شکلیه. قشنگ سفید سفیده، یعنی فکر کن شما اینو به پوستت بزنی مثل همین گچ میشه. خب جذبش سخته، دیر جذب میشه، بافت سنگینی داره و در آن واحد کم کم که جذب میشه باعث خشکی پوستم میشه. اینی که دیدین برای جوشای کیستی و آکنه‌های شدید چیز نیست، چی میگن، کافی نیست دیگه. شما فکر نکن که همینو میزنی باعث میشه که آره جوشای کیستی و اینا همه درمان بشه. نه اینطوری نیست. ببین چه جوری شد، هنوزم اون سفیدی رو داره. خلاصه پوستای حساس که میخوان در آن واحد یه تسکین دهنده‌ای باشه، موقعی که عرقسوز شدن، موقعی که التهابی داره قسمتی از بدنشون، میتونن ازش استفاده بکنن. تاثیر دایپر رشه سریع‌تر از زینک اکساید. یه حالت اینجوری چسبی هم داره. البته توی ویدیوها میگن که مثلا هر روز استفاده کنی گلو آپ میشه، نمیدونم شب میزنی صبح بیدار میشی میبینی پوستت عین پوست بچه شده. بیشترش اوور ریاکتینگ دیگه، یعنی یه چیزی رو میخوان خیلی دیگه بگن که آره دیگه این دیگه ترکونده، اینجوری نشون بدن، ولی واقعیتش اینجوری نیست. من خودم استفاده میکنم، اما موقعی که صورتم شیو میکنم بعد شیو استفاده میکنم. چرا؟ چون پوست من حساسه. همین که بعد شیو احساس سوزش خارش پیدا میکنم، با اینکه همه استپاشم رعایت میکنم، اینکه با روغن نمیدونم بعدش صورتتو خوب بشور، هیدرات کن فلان و اینا، همه اینا رعایت میکنم، اما باز همین مشکل رو من دارم. به خاطر همین بعد اصلاح سعی میکنم از این کرم دایپر رش استفاده کنم که اونم معمولا هفته یه بار یا حالا 2 هفته یه بار اتفاق میفته دیگه. هر روز که آدم شیو نمیکنه، ولی حالا بستگی داره شما چه زمانایی شیو میکنی یا چه زمانایی احساس میکنین که پوستتون التهاب داره، نمیدونم میخواد قرمز بشه، میخواد جوش بزنه، اون موقع میتونی استفاده کنی. ولی بازم میگم استفاده روزانه ازش خوب نیست، پوستو تنبل میکنه. چطوری پوستو تنبل میکنه؟ کمتر تلاش میکنه برای ترمیم طبیعی خودش و یا تحریکات مثلا محیطی پوست تلاش نمیکنه دیگه. این یه جورایی میگیم که پوست تنبل میشه. مثلا هر چیزی توی هیته اسکین کیر باید بالانسش رو رعایت کنی، نه حد اکثر باشه نه حد اقل باشه، یعنی اون تعادل شما باید داشته باشید. زینک اکساید تنها به جای خودش خیلی خوب عمل میکنه، دایپر رش خیلی خوب به جای خودش عمل میکنه، اما ما باید بدونیم که کدومش برای ما مناسبه، تو چه زمانهایی باید ازش استفاده بکنیم، اگر زیاد استفاده کنیم چه اتفاقایی میفته. اینا رو همه رو بررسی کردیم، گفتم بهتون. پس بهتره که همون هفته نهایت مثلا 1 بار ازش استفاده بکنید، یا حالا بگیم که اگه پوستتون خیلی چیزا هفته 2 بار ازش استفاده کنید، ولی نه اینکه هر روز مثل روتین پوستیتون شما داشته باشین. این خوب نیست. یکی دیگه از این دایپر رش‌های کرم دایپر رش معروف سودو کرمه. من نصفش رو تموم کردم. این هم کرم خوبیه، ولی بازم میگم خیلی چرب و روغنی و سنگینه. من اینو رو صورتم نزدم واقعیتش، ولی چیزی که استفاده کردم این بایودرما دایپر رشه بود که رو دستم تست کردم، و یکی هم بوشن. این یه کرم آلمانیه،
این یه کرم آلمانیه. این نسبت به همه اینا که گفتم بافتش سبکتر از ایناست. به خاطر همین من بعد اصلاح همیشه از این استفاده میکنم، چون میگم هم جذبش خوبه، هم کمتر خشک میکنه، همین که بافتش یه کوچولو از اینا بهتره، چون این واتر بیسه، سبکتره. دیو بعدا درست میکنم راجع به این کرمای دایپر رش صحبت میکنیم که چه کرمایی خوبه، مزایا و معایبش برای بچه ها اگر میخواد برای بچه هاتون تهیه کنید و اینکه کدومش بهتر عمل میکنه دیگه. اونو توی ویدیو بعدی با هم بحث میکنیم. مرسی که تا اینجا این ویدیو با من بودید. بعد اگه شما هم تجربه خاصی از این چیزایی که گفتیم، کرم دایپر رش یا حالا کرم زینک اکساید، اگر تجربه دارید خوشحال میشم توی قسمت کامنت ها برام بذارید و ما هم شاید از تجربه شما استفاده کردیم. مرسی که تا اینجا اومدین. بای بای.